با سلامی دیگر باره به بینندگان بینید گرامی رادیو زودی و همه آنهایی که در چند دقیقه دیگر سرخط خبرهای روز رو از من شالو خوجه در همین جا یعنی در آزودی ویدیو کانال رادیو زودی در یوتیوب تماشا خواهند کرد. چون همیشه در ساعت رسوده من برای شما سرخط خبرها رو میگم و البته دعوت میکنم که شما بینندگان عزیز در برنامه خبری ساعت 1 با وقت پراگا با ما بپیوندید تا اینکه از تفصیلات خبرهای روزی تاجیکستان و جهان آگاه باشید. ما با بعضی امیدها و نگرانی های جدی تاجیکستان را ترک میکنیم. این تاکید گروه کاری سازمان ملل متحد اوید به ناپدید شوی های اجباری است که چند روز اخیر این مسئله را در تاجیکستان مورد بررسی قرار دادند. نگرانی دیگری کارشناسان از آن بوده است که وقتهای آخر طبق معلوماتی به آنها رسیده شهروندان تاجیکستان از خارج مجبوری به کشور آورده میشوند و پس از مدت کوتاه در زندانهای تاجیکستان پیدا میگردند. در برنامه خبری امروز خلاصه های این گروه کاری را از سفرشان به تاجیکستان پیشنهاد شما خواهیم کرد. جایز به تاکید است که بعضی حامیان حقوق اظهار امیدواری کرده بودند که سفر گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد اوید به ربودن میتواند در روشن کردن سرنوشت بسیار نفران مساعدت کند. حکم 5 مسئول کارخانه واحد دولتی دوزندگی سوخت از سوی دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه و یا چگونه مسئولان این کارخانه لباسهای حربی را قاچاق و مبلغش را از خود کردند. دادگاه حربی میگوید سردار این کارخانه همراه با صاحبکار متاع ارزان وارد نموده را توسط شرکت‌های وطنی با نرخ برزیاد حجتگذاری نموده برای تامینات ساختاری وزارت دفاع، قشون‌های سرحدی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی لباسهای حربی را پیشنهاد کردند. بعد اشکار شدن این عمل از طرف کارمندان کمیته امنیتی ملی در ماه نوامبر سال گذشته دادگاه در نسبت این افراد چی حکم برآورد برایتان در برنامه خبری معلومات میدیم. اوپل هنوز هم سرخریدار بوده است. با وجود آنکه 1.5 سال پیش مقامات تاجیک واردات ماشین‌های استحصالشان تا سال 2004 را به تاجیکستان منع کرد، ولی طور مشاهده‌های همکاران ما نشان داده است بازار این نوع ماشین‌ها در بین رانندگان تاجیک خیلی گرم است. ضمن طبق معلومات آماری در 4 ماه اول امسال واردات ماشین به تاجیکستان 61% افزوده است. این در حالی است که بوج واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفت. طور پی بردید یکی از گزارش‌های برنامه امروزی ما همین موضوع خواهد بود. مقامات فرانسه در یک مراسم با تنتنه صدها یادگاری تاریخی را که از پاکستان ربوده شدند به صاحبان اصلیشان برگردانیدند. این نگاره‌ها با یادگاری‌های تاریخی شباهت دارند که در عصر 3 پیش از میلاد استحصال شدند و آنها را از قبرستان ولایت بلوچستان به یغما بردند. نزدیکان 10 مهاجر تاجیک در روسیه به اتهام استحصال نوشاکی‌های تقلبی سپیرتی دستگیر شدند. میگویند قریب 1 سال از تقدیر عزیزانشان خبر ندارند. به گفته پیوندان مهاجران آنها در آوان پیری با نابیرگان معیوب و قرض‌های هنگفت در کوچه ماندند. این شهروندان تاجیکستان را روز 4 سپتامبر سال 2018 همراه با چند شهروند روسیه و از مالکان کارخانه غیرقانونی دستگیر کردند. وکیلان دفاعی مهاجران در گذشته گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهکار نمی‌شمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمی‌کنند. گزارش ویدیویی را درباره نگرانی‌های پیوندان این مهاجران بازداشت شده می‌توانید در وبسایت رادیوی آزادی تماشا کنید. همچنین از شما دعوت می‌کنیم که صحبت را در باره تلاش عشق ورزی یک مرد هلندی با دختر نابالغ تاجیک را نیز تماشا کنید که در آزادی ویدیو گذاشته شده است و تا همین لحظه ها هزارها نفر از کاربران ما آن را دیدند و با امید آنکه ما همه شما را در برنامه خبری ببینیم من شما را دعوت میکنم که 3 ساعت پس با ما در پخش مستقیم بپیوندید.